شیرینی داماد نمیدونه که درست کنید که از بازاریان خوشمزه تر میشه. همراه کوکمک باشید. نصف پیمونه شیر بلند و یه قاشق غذاخوری شکر و یه قاشق غذاخوری خمیر مایع فوری رو مخلوط کنید. در کیک ببندید و یک دقیقه زمان بدید تا عمل بیاد. یه عدد تخم مرغ کامل و یه عدد سفیده رو به اضافه 5 قاشق غذاخوری شکر و نصف قاشق چایخوری وانیل و کمی نمک، کمی هم عصاره زعفرون بریزید. نصف پیمونه مخلوط روغن مایع و کره آب شده هم بزنید و خمیر مایع رو اضافه کنید. 3 پیمونه آرد علف شده اضافه کنید و کاملا مخلوط کنید و 10 دقیقه ورزید. روی خمیر رو بپوشونید و 40 دقیقه استراحت بدید. برای کرم وسط شیرینی 5 قاشق غذاخوری شکر رو با 3 قاشق غذاخوری نشسته ضرورت یه پیمونه شیرینی مخلوط کنید. روی خمیر اضافه مرتب هم بزنید. وقتی نصف قاشق چایخوری وانیل اضافه کنید و بعد هم مواد رو بگیرید. وانیل رو بگیرید و به شکل مستطیل پهن کنید به این صورت. از کرم با فاصله نزدیک بریزید و رول کنید و دو طرف خمیر رو خوب به هم بچسبونید تا باز نشه. بعد به اندازه یکسان برش بزنید. داخل سیب کاغذ بندازید و با فاصله بچینید. یه عدد زرده رو با مقدار کساری زعفرون مخلوط کنید و روی شیرینی ها رومال کنید و بعدم کنجد بپاشید. داخل فر از پیش گرم شده با دمای 175 درجه 25 دقیقه زمان بدید تا بپزه و روشون طلایی بشه. مقداری عسل رو با کمی عسل زعفرون بزنید و وقتی که شیرینی ها داغه رومال کنید. امتحانش کنید که عالیه.